اسلام گفت چنین شعار دارد. اسلام ما یک شعار دارد، همه شما دانید: نه به کسی ضرر برسان، نه از چیز ضرر ببین. پیغمبر گفتند نه به کسی ضرر برسان، نه از چیز ضرر ببین. این شعاری تمام مسلمان هاست. باید که همه ما و شما با این شعار عمل کننده باشیم. یعنی ناس، سیگارت، همه اینها ضرر کننده در جان ما و شما هستند، در نفس ما و شما هستند. اگر باور کنین یک دهانی که اگر ناس نکشیده باشد، نظر کنین با اون دهان و با دهانی که ناس کشیدگی هست، با اون دهان نظر کنین. باور کنین دهان آدمی ناس نکشیده باشد، وای به منزله یک قصر است، زیبا است، زینت دارد. لیکن آدمی ناسکش دهانش، همون دهانش مثل خانه ویرانه است. یک خانه که همش چپشیدگی، داخلش خیلی ویران است. نظر کنین دندانهای او را نگاه کنین، باور کنین آدم رحمش می آید که این بیچاره چی مصیبت است که به سر خودش آورده است. وای به حال همون زنی همون که نفسی او را چخیل نفس می کشیده باشد. خودش کو در یک بلا با او زنم بیچاره در زندان دچار شدگی است.